تا حالا شده ببینید یه نفر خون گرفته اما هموگلوبینش بالا نرفته؟ دلایل زیادی میتونه داشته باشه که من بهتون میگم چیه. اولیش خود این عوضیه که اگر بی‌کیفیت نه عزیزم، یعنی میگی لیاقتش مردن نیست؟ نه گناه داره که اگه بی‌کیفیت باشه باعث میشه HB بالا نره. اگه تقصیر از گردن این برداشته بشه و بفهمیم که کیفیتش کاملا نامناسب بوده، اون موقع میریم سراغ بیمار و اولین چیزی که بهش فکر میکنیم اینه که احتمالاً بیمار داره از یه جای خون از دست میده و متهم ردیف اولم معمولاً دستگاه گوارشه. اگه بیمار خون از دست نده و مشکل گوارشی هم نداشته باشه، اون موقع دوباره برمیگردیم سراغ این. ولی این بار مقصر خودش نیست، مقصر اونیه که داره تزریقش میکنه. احتمالاً داره به یه روش اشتباه تزریقش میکنه که منجر به همولیز مکانیکی و در نهایت پایین موندن HB میشه. تا آخری که من میتونم بهتون بگم به این بیچاره ربطی نداره دیگه، فعلا باشکاری نداریم، به خود بیمار مربوط میشه. احتمالاً بیمار ممکنه یه بیماری زمینه‌ای داشته باشه، بیماریهای متابولیک، بیماری مربوط به مغز و استخوان یا حتی عفونت که باعث میشه خون بگیره اما HBش بالا